ریتاردر چگونه عمل می‌کند؟ معمول‌ترین نوع ریتاردر که در بیشتر خودروهای سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، ریتاردر هیدرولیکی است که به گیربکس وصل می‌شود. ریتاردر دارای دو توربین روتور و استاتور است که در فاصله نزدیک به جعبه دنده قرار داشته و دارای یک حجمه‌ای مثل لیوان است که درون آن پر از روغن است. زمانی که ریتاردر توسط راننده فعال می‌شود، این روغن به درون چرخ دنده ها رفته و به دلیل فشار زیادی که بین ریتاردر و گیربکس به وجود می‌آید، باعث کاهش قدرت چرخ دنده شده که سبب آن سرعت خودرو کاهش می‌یابد. زمانی که این روغن با استکاکی که ایجاد می‌کند باعث کاهش سرعت خودرو می‌شود، فشار زیادی به آن وارد شده که نیرو به حرارت تبدیل می‌شود. از همین رو روغنی که در ریتاردر مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس از استفاده به میزان زیادی داغ شده و گرانروی اولیه خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل یک سیستم خنک کننده در سیستم ریتاردر تعبیه شده است تا روغن داغ شده را خنک کند. همچنین خود ریتاردر استهلاک بسیار پایین داشته و هزینه نگهداری زیادی برای آن برآورد نمی‌شود.